السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کتاب خلفای راشدین از خلافت تا شهادت خوش آمدید. راوی این کتاب من صفی الله محمدی. خطابه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پس از حمد و ستایش شایسته خداوند گفت: ای مردم، شما مرا پیشوای خود نموده اید، در حالی که بهتر از شما نیستم. اگر خوب عمل کردم مرا یاری دهید و اگر بد عمل نمودم مرا بر سر راه بیاورید. صداقت امانت است و دروغ خیانت است. ضعیف شما نزد من قوی است تا به امید خدا حق او را به وی برگرداند و قوی شما نزد من ضعیف است تا به امید خدا حق دیگران را از او بگیرم. هر ملتی که جهاد را به دست فراموشی بسپارد، خداوند آن قوم را خوار و درمانده می‌گرداند و هرگاه فساد و فحشا در میان اجتماع رواج پیدا کند، خداوند آن اجتماع را به بلا و مصیبت فراگیر گرفتار می‌گرداند. تا وقتی از خداوند و پیامبر او اطاعت می‌کنم، از من اطاعت کنید. اما هرگاه خداوند و پیامبرش را نافرمانی کردم، به هیچ وجه اطاعت از من لازم نیست. ابو سعید خدری در مورد بیعت حضرت علی بن ابی طالب با ابوبکر صدیق میگوید: وقت ابوبکر بر روی منبر رفت، بر چهره های مردم حاضر در مسجد نگاه کرد و زبیر بن عوام را ندید. او را فرا خواند و زبیر آمد. ابوبکر به او گفت: ای عموزاده رسول خدا و یار و همراه دلسوز او، میخواهی ستون وحدت مسلمانان فرو بریزد؟ زبیر گفت: ای خلیفه رسول خدا، به هیچ وجه نباید نگران باشی. سپس برخاست و با او یعنی ابوبکر صدیق بیعت کرد. پس از آن ابوبکر به میان جمع حاضر در مسجد نگاه کرد. وقت حضرت علی بن ابی طالب را ندید، او را هم صدا زد. حضرت علی برخاست و نزد ابوبکر صدیق آمد. ابوبکر گفت: ای پسر عمو و داماد رسول خدا، آیا میخواهی صف وحدت مسلمانان به هم بریزد؟ حضرت علی فرمود: ای خلیفه رسول خدا، به هیچ وجه نباید نگران باشی. سپس حضرت علی رضی الله عنه برخاست و با ابوبکر صدیق بیعت نمود. روایت صحیح ابو سعید خدری بیانگر این است که علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام در روز سه‌شنبه یعنی یک روز پس از وفات رسول خدا با ابوبکر صدیق بیعت نمودند. یکی از دلایل اهمیت روایت صحیح ابو سعید خدری این است که امام مسلم مؤلف کتاب الجامع الصحیح که پس از صحیح امام بخاری صحیح ترین کتاب است، نزد استاد خود حافظ بن اسحاق بن خزیمه مؤلف کتاب صحیح ابن خزیمه رفت و در مورد این روایت از او سوال نموده است. ابن خزیمه این روایت را نوشته و برای او قرائت کرده است. امام مسلم به استادش گفته است: این روایت یک ملک می ارزد. ابن خزیمه می گوید: ارزش این روایت از یک ملک بیشتر است و یک دنیا ارزش دارد.
یکی از دلایل دیگر بیعت حضرت علی رضی الله عنه در روز سه‌شنبه و بیعت دوم روایت است که حبیب بن ثابت آن را روایت کرده است. او میگوید علی بن ابی طالب در منزل بود. مرد نزد او رفت و گفت ابوبکر در رابطه با قضیه بیعت به مسجد آمده است. حضرت علی با همان پیراهنی که به تن داشت و بدون آنکه ردای را بپوشد با شتاب به سوی مسجد رفت تا در مورد بیعت درنگ نکند و پس از بیعت با ابوبکر کسی را فرستاد تا ردایش را بیاورند. آن را که آوردند بر روی پیراهنش پوشید. عمر بن حریث از سعید بن زید پرسید آیا در روز وفات رسول خدا حضور داشتی؟ گفت آره بودم. پرسید کی با ابوبکر بیعت انجام گرفت؟ گفت در همان روز که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت نمودند، زیرا مسلمانان نمی‌خواستند حتی یک نصف روز را هم بدون رهبر و خلیفه باشد. پرسید آیا کسی بود که با خلافت ابوبکر مخالفت کند؟ گفت مگر آدمی که از دین برگشته یا می‌خواست که از دین برگردد. خداوند انصار را هدایت فرمود و رأی آنها را برای بیعت با ابوبکر یکی کرد. پرسید آیا در میان مهاجرین کسی بود که با او بیعت نکند؟ گفت نه، همه مهاجرین یکی به دنبال دیگر با او بیعت نمودند. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان این قسمت کتاب. امیدوارم که برای شما عزیزان مفید بوده باشد و به اندوخته های شما اضافه نموده باشد. والله اعلم. تا بعد، بدرود.